Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, herkes yalan. کثافتا، تو رو خدا کاری نکن از روز اول مسخرمون کنن. بدبخت بیچاره، ما هر کاری بکنیم بازم مسخرمون میکنن. دخترا، قبلا هم تو پانسیون بهتون گفتم این یه فرصت طلایی واسه شماست، باید ازش خوب استفاده کنید. گذشته ها رو فراموش کنید و به آینده فکر کنید. درسته فریده خانم. من الان میرم ثبت نامتون رو کامل میکنم. خانم ناظمم میاد کلاستون رو بهتون نشون میده. دیگه سفارش نکنم و بچه‌ها بریم به سلامت. خاله نازان انگار عقلشو از دست داده. واسه چی اینا رو بورسیه کرده؟ چه میدونم، شاید درسشون خیلی خوبه. وسط سال تحصیلی یکم عجیب نیست؟ مامانم دیوونه شده، این دخترای ولگرد رو جمع کرده و برده اینجا. چقدر همه ای کلاس ها خلوتن. انگار اومدیم کلاس خصوصی. خب بچه‌ها، بعد از اینکه شعر در ادبیات ما گسترش پیدا کرد، کم کم انواع مختلفی از اون مثل رمان، طنز، لطیفه در طی دوران مختلف به وجود اومد و در ادبیات معاصر ما پر و بال پیدا کرد. بیلشون کن، نگاهشون نکن. بیشورا رو. وای اینو ببین. جون من نگاه کن. ببینم اونجا چه خبره. چند بار گفتم سر کلاس موبایلتون رو خاموش کنین، حواستون به درس باشه. اون موبایل بذار کنار. آخه یه خبر خیلی هیجان انگیز منتشر شده خانم. اتفاقا مربوط به شاگردای جدیدمونم هست. اون موبایل بده ببینم. بگیر خاموشش کن. اگه یه بار دیگه ببینم ازت میگیرم و تا آخر سال بهت پس نمیدم، فهمیدی؟ دید. آره دید. خیلی خوب بچه‌ها، ادامه درس میمونه برای جلسه بعد. یعنی شما واقعا خجالت نمیکشین؟ اگه یه صدم این اتفاقا برای من میافتاد حتی روم نمیشد از در خونه بیام بیرون. آره منم قبلا مثل تو فکر میکردم، ولی بعدش دیدم آدم گاهی مجبور تحمل کنه. رو که نیست. دافنه بس کن.
ما نمیخوایم شما اینجا باشین. برگردین همون جایی که بودین. دهنتو ببند. انگار ما خیلی دلمون میخواد اینجا باشیم. پس چرا اومدین ها؟ مجبور شدیم. میفهمی؟ شماها باید برین مدرسه بی‌حیایی و بی‌آبرویی. آخه مغزتون در همین حد کشش داره. ای دافنه، این چه طرز حرف زدنه؟ به تو چه مربوطه؟ تو لباسای کهنه من تنته. با چه روی وایستادی حرف میزنی؟ برو بیرون. رفتی اون ژاکت رو برداشتی؟ آدم باید یه ذره شخصیت داشته باشه. فردا خودت میای دنبالش. ایلول، من به خاطر همه چی معذرت میخوام. مامان دیگه لباس قدیمیامو نده به اون پرورشگاه. خب دلم نمیخواد بدی به اونا. باشه دخترم، نمیدم. من از نازان خانم واقعا تعجب میکنم. رو همه چیز وسواس به خرج میده. اون وقت رفته 4 تا از اون دخترها رو بورسیه کرده. آدم شاخ در میاره. سینان، مادرم وقتی پدرم مرد خیلی اشک میریخت. میگفت ای کاش پدرتون ما رو تو این دنیا تنها نمیذاش. اون میگفت بدون پدرتون چجوری باید زندگی کنیم. سینان، محض رضای خدا بس کن. تو چت شده؟ سرم درد میکنه. برات قرص بیارم. مامان بابا چشه؟ کاراش خوب پیش نمیره، برای همین اعصابش خورده. مامان جان واقعا دستت درد نکنه که مدرسه رو تبدیل کردی به یتیم خونه. چرا اون دخترها رو بورسیه کردی؟ چون دلم براشون سوخت. میخواستم تو زندگیشون یه شانس بهشون داده باشم. تو که تا دیروز به خاطر نزدیکی پرورشگاه به مدرسه ازشون شاکی بودی. یه خود چی شد؟ یه نصیحت پدرانه پسرم، بی خود تلاش نکن زنا رو بشناسی، خودتو خسته میکنی. عزیزم گفتم یه شانس بهشون دادم، نگفتم میخوام عمر و زندگیمو وقفشون بکنم. اگه درست درسشون رو بخونن و نمره هاشون بالا باشه میتونن ادامه بدن، وگرنه بورسیه‌شون باطل میشه. اینجوری توافق کردیم. با مدیرشون؟ امکان نداره به بچه‌های ما برسن.